سلام دوستان من، خیلی سریع بریم دو تا ارز رو معرفی کنم که ممکنه در آینده رشد خیلی خوبی داشته باشه. مثل گذشته ارز لینک، شیبا، دوج، XRP، ماتیک، وجدان استفاده کردیم. اینقدر گفتم آقا این ارزها رو بخرین، اینجا تجمع کرده و ممکنه رشد کنه و همشو رشد کردن و یک رشد خیلی خوبی داشتیم. حالا وارد چارت بشیم. این ارز XRP دیگه، وجدان چند هفته پیش ما گفتیم داخل این محدوده حرکت میکنه، داخل یوتیوب هم نشونتون دادیم و از اینجا رفته بالا نزدیک 28% 30% نوش جونتون. خیلی عالی رفته بالا و هنوزم منتظرم تارگت های بعدیش هم ببینه 65 صدم و 71 صدم. پس اگه شما استراتژی داشتین با پول کم وارد شدین، محدوده 71 صدم و 65 صدم رو ببینیم. اوکی، این ارز XRP این نیست ها، ارز XRP نبود. حالا ارزی که من میخوام واسه شما معرفی کنم خیلی خوبه و ممکنه رشد کنه. من اسپلش میکنم، حالا شما میتونید داخل صرافی یا تریدینگ ویو ببینید. HIFI. اوکی، اگر بزنید این چارت رو واسه شما میاره و میتونید به راحتی ازش استفاده کنید. حالا قیمتی که هستش الان نزدیک 56 صدمه. خب ساپورتی که من دارم بهش نگاه میکنم در تایم روزانه نزدیک 0.37 صدم تا نزدیک 0.50 صدم. این محدوده ساپورت منه. شما میتونید داخل این محدوده بازی کنید. اوکی، داخل این محدوده شما میتونید لانگ رو بگیرید. حالا اولین تارگت من کجا میفته؟ نزدیکی های 1 و دومین تارگت من نزدیک $2.5 میتونید ببینید. حالا اگر شما اینجا خریدین، این تحلیل ها دوستان، این تحلیل بازاره. اوکی، همه ما تحلیل رو بلدیم. حالا چیکار کنم که بیشتر سود بگیرم؟ میشه استراتژی. من اگه اینجا وارد شدم، درسته، با پول کم، من میگم آقا نگهش میدارم در روزهای آینده ممکن تا 2.5 ببینم، یعنی در روزهای آینده شاید 1 ماه طول بکشه، شاید 2 ماه طول بکشه. این محدوده رو من بهش نگاه کنم. اگر شما میخوای با یکم کار ریسکی اهرم کم میگیرین، محدوده های 1 میتونید وارد بشین. در کل اهرم نمیگیرین، شما اینجا 50% خارج کن، اینجا کلا از بازار خارج بشین. دوستان بازار به خدا فقط ایناست ها. اگر بازار اینجوری هم حرکت نکنه، این محدوده ساپورت 2 منه. من دیگه وارد این زون میشم، دیگه به فکر اینا نیستم. اوکی، مثل بیت دیگه 25 دیگه من به فکر 20 نیستم. داخل محدوده 32 اگه برگرده من دوباره میخرم. اینجا هم همینطور. اگه اینجا رو از دست بده، من اینجا دوباره بازی رو شروع میکنم. بسیار عالی، خیلی خوب ما تونستیم ارز رو ببینیم که چی کار باید بکنم. ارز دوم GASMY داخل تریدینگ ویو اگه بزنید، محدوده مهم مثل ارزی که دیروز داخل اینستاگرام معرفی کردم، اینم همینطور. یه کار ریسکیه ها. محدوده مقاومت در تایم روزانه است ها. اینجا ساپورت منه. اگر شما میخوای از اینجا لانگ بگیرین، خب نگاه کنید، از اینجا لانگ بگیرین، درسته، با پول کم، یه کار ریسکی، محدوده 800 یعنی 0.008 رو میتونید ببینید به عنوان تارگت 1 شما. اگر بازار اینجوری حرکت نکنه، دوستان نگاه کنید، اگر شما اینجا لانگ گرفتید، یعنی شما باید ساپورت هم ببینید. دیگه شما اشتباه میکنید، حد ضررت رو اینجا میذارید داخل این محدوده. این اشتباهه. شما باید حد ضررت رو بیارید پایینتر و داخل این زون این بار کار کنید و بدونید این پوزیشنی که اینجا باز کردیم و بازار طبق تحلیل شما حرکت نکرده، اینجا شما میتونید پول وارد کنید و محدوده مقاومت رو از بازار خارج بشین. حالا من چی کار کنم؟ این ارز فوق العاده جالب. من اینجا اومدم یه کار ریسکی انجام دادم و ممکنه بازار بخوره به سقفش، برگرده به ساپورتش و بره بالا. میگم این یک حدس دیگه، یه تحلیله، ممکنه اتفاق بیفته. اگر نرفت نیومد اینجا که لانگ گرفتین، نگاه کنید اینجا که حد ضرر گذاشتین، اوکی، بسیار عالی. این پوزیشنی که اینجا شما وارد شدین، لانگ گرفتین، بازار ریخت تا اینجا اومد، بیاین حساب و کتاب رو انجام بدین که من چقدر اضافه کنم با چه اهرمی که بازار برگرده تا نزدیکی های 0.0031 من با سود خارج بشم. این پوزیشنی که اینجا باز کردی رو نجات میدین، با سود خارج بشین. این یک.
حالا اگه دوباره رسید ساپورت شما با پول کم وارد شین و محدوده 0.008 رو ببینید یا به اصطلاح 0.008 رو ببینید و اینجوری باید بازی رو بچرخونید. فقط به دنبال تحلیل باشم، اینجا بخرم اینجا حد ضرر بذارم، شما 50-50 دارید کار میکنید. والسلام. دوستان تموم شد. این دوتا ارز رو خیلی هوشمندانه بریم بخریم و برای اولین بار من داخل یوتیوب اینجوری استراتژی رو به شما میگم، اینجوری تحلیل رو به شما میگم، اینجوری سیگنال به شما میدم و این ویدیوهایی هستن که دوستان اشکال دارن، حالا مشکل دارن، برای اولین بار من داخل یوتیوب این کارا رو انجام میدم. دوستان موفق باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.